داداش سلام. زهر مار برات. سلام عزیزم، خوبی؟ صداتو بیار پایین، کافه است، مردم نشستن. کار به کار اینا نداشته باش، خبرتو بزن سریع. چی بزنم عزیزم؟ صدر با سایز دبل. چشم. فقط ما شات و ماگ و کاپمون کثیف، بچه‌ها دارن میشورن تو کاغذی و یک بار مصرف بزنم مشکل نداری؟ من ما تو شاگ و فاگ و اینا نمیدونم یعنی چی. یه بار مصرف دو مصرف حالیم نمیشه. من پشر رو هوا می چایی میخورم. خیلی گلو. بری تو نایلون فریزر برام من بخورم. اوکی الان واسات میزنم. سلام خسته نباشید. سلام خسته. یا آیس کارمل ماکیاتو. چشم الان براتون آماده میکنم. فقط همینجا میل میکنین. بزرگوار ببخشید اگه میشه اون سفارش بنده رو توی کاپ شخصی یا ماگ شخصی خودم بزنی ممنون میشم. سفارش شما رو تو ماگ تو گفتی من رو پلاستیک فریزر پشه رو چایی میبرم. بزرگوار بنده از وقتی که از ژاپن اومدم به دلیل اینکه حساسیت شدید دارم نسبت به ماگ‌های عمومی از ماگ شخصی خودم استفاده میکنم که منشور کوروشه. منشور کوروش که تو تازه میگفتی ماگ و شاد و واو فلان اینا اصلا حالا نمیشه. بعد من اسپرسو دبل رو تو این بزنم. من اصلا اسپرسو دبل نمیتونم بخورم عزیزم، من معدم کالاپس میکنه، پنیک میشم اگه بخورم. من از وقتی از ژاپن اومدم فقط V60 و کمکس مصرف میکنم لطفاً. قهوه‌ش هم کلمبیا عربیکا باشه. تو از وقتی از ژاپن اومدی اینجوری شدی؟ از وقتی دختر داخل کافه اومد یعنی اگه منشور کوروش نبود اینو تو سرت میشکوندم مردی که اول برو گم شو اونور داخل منشور کوروش V60 تو میزنم. مردم دار باشی. ژاپنی ژاپن خاکت کنن، سامورایی، یاکوزا.